این نوارها هفته روان در عرفه سومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت از طرف خبرنگار ریترز در کابل گرفته شدند. ظاهراً در این شهر که 4 میلیون اهالی داشته از سال 1776 پایتخت افغانستان می باشد تا حد نظم و ثبات برقرار شده است. 15 آگوست سال 2021 غیر منتظره رژیم طالبان به سر قدرت در افغانستان برگشت. 20 سال تلاش‌های بین المللی و میلیاردها دلار جامعه بین المللی برای تحکیم و تمرین ارتش افغانستان نتیجه نآورد و در روزهایی که سربازان امریکایی از افغانستان بیرون می شدند، ارتش افغانستان سلاح را به زمین گذاشت. 10,000 ساکن غفلت زده افغانستان خانه و درشان را پرتافته در گرد و اطراف فرودگاه محاصره شده کابل جمع شدند. طالبان قدم به قدم آزادی ها و حقوق زنان و دختران را محدود کردند. دیدبان حقوق بشر آن را بدترین نمونه در جهان نامید. ماه می سال 2023 هنگام بحث وضع افغانستان در کنفرانس بین المللی در قطر، دبیر کل سازمان ملل ابراز داشت که جامعه جهانی از وضع افغانستان به طور جدی نگران است. بها دادن به وضع افغانستان دشوار است. امروز این بزرگترین بحران بشری سراسر عالم می باشد. بعد از آن یک کارشناس سازمان ملل متحد رفتار طالبان را با زنان و دختران به اپارتاید یا خود تبعیض اقتصادی و اجتماعی انسان بر پایه جنسی او عنوان داد. اما طالبان اصرار می‌ورزند که بر اساس شریعت اسلامی به حقوق زنان احترام می‌گذارند. در دوام 3 سال گذشته طالبان به کاهش رشوه‌ستانی و بهبود جمع‌آوری انداز موفق شدند. به قبل معاون وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان احمد زاهد صرف نظر از آنکه حکومت این جنبش تندگرای اسلامی از طرف یگان مملکت اعتراف نشده است، آنها توانستند که با کشورهای منطقه روابط تجاری و اقتصادی راه اندازی کرده به افغانستان سرمایه‌گذاری خارجی جلب کنند. تاجیکستان در نیمه اول سال روان با افغانستان زیر نظارت طالبان به اندازه قریب 46 میلیون دلار داد و گرفت داشته است. این آمار را نمایندگان خدمات گمرکی تاجیکستان روز 7 آگوست در نشست خبری اعلام کردند. اما اقتصاد افغانستان در حال رکود است و تقریباً 40 میلیون اهالی این کشور تنها با چای و نان روز می‌گذرانند. بانک جهانی پیش بینی می‌کند که در دوام 3 سال آینده رشد اقتصاد افغانستان به 0 برابر خواهد بود. افغانستان دارای ذخیره بزرگ معدن‌های نادر است، ولی کوشش‌های استخراج آن از سبب کمبود توجه و تا حد ناامنی نظررس نبودند. هرچند که حکومت طالبان درباره بهبود امنیت حرف میزند، به طور منظم گزارش‌ها درباره حمله‌های مسلحانه و ترکش‌ها در گوشه‌های گوناگون افغانستان نشر می‌شوند. در افغانستان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش فعال بوده مسئولیت ترکش روز 11 آگوست را در دشت برچه کابل که باعث جراحت 11 نفر شده است بر دوش گرفت.